بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما برادران و خواهران عزیزم، آقایان خانم‌های محترم. عرض ادب احترام دارم خدمت شما. خیلی دوستان پیگیر بودن، من می‌دیدم توی حالا پیام‌های و انواع مختلف و روش‌های مختلف که بر بنده می‌فرستادن که یه خورده کمرنگ شدید و کمتر سخنرانی می‌کنید و حالا با توجه به اینکه اصلا طبعاً بنده به واسطه اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در واقع رسانه من بوده، تصور بر این بود که تو ایام این بیماری کرونا من پررنگ‌تر باشم. تا حالا فرصت مناسب دیدم که به سری از کارهای عقب افتاده برسم و یه سری در واقع توییت اگه خاطرتون باشه چند وقت پیش دادم در مورد کتاب‌هایی که در واقع در نوبت چاپه و داشتیم اونها رو سر و سامون می‌دادیم. الحمدلله خبرهای خوبی پیشه. نکته دیگه هم این که توی این ایام ما مؤسسه رو یه خورده تغییر دادیم، یعنی یک گسترش یه خورده خیلی زیاد و انشالله خبرهای خوبی خواهید شنید. واحدهای جدیدی راه افتاده و تمام سعی ما بر اینه که عمق داشته باشه و یه وقت خدایی نکرده مثل خیلی از مجموعه‌ای که تو کشور ما شهرک سینمایی هن، یعنی یه دره فقط وقتی باز میکنی هیچ خبری ازش نیست. اتفاقا اینم به شما عرض بکنم، بخش قابل توجهی از کاری که تو مؤسسه صورت میگیره ما واقعا نمیتونیم خدمت دوستان و همه در واقع بزرگواران گزارش بدیم، به خاطر اینکه یا با غرض ورزی باشون برخورد صورت میگیره یا اینکه ممکنه مورد سوء استفاده دشمن قرار بگیره یا قولی ممکنه بسوزه این طرحها. اما حالا اگر شرایط در واقع مهیا بود برای اینکه انتشار بده کنه حتما خدمت شما خواهیم گفت. یکی دیگه هم حالا مشایعه کردن که نمیدونم من کرونا گرفتم، که میخوام بگم نه نگرفتم. حالا از این دروغ پردازی اینا زیاد میکنن، یعنی اخلاق رسانه‌ای که اصلا هیچی تقریبا تعطیله و هر کاری از دستشون بر بیاد انجام میدن. منتها خدمت شما عرض بکنم که من سالمم الحمدلله. حالا من کرونا هم گرفتم، حالا مثل بقیه مردم ایران دیگه من که خیلی مراعات میکنم و اگرم حالا کرونا گرفتیم دیگه، حالا انشالله خوب میشیم. مثل آرزو میکنیم برای خیلی از مردم عزیزمون که انشالله همشون سلامت باشن و یه خدا قوت ویژن به کادر درمان بگیم که واقعا توی جنگ وحشتناکی گیر افتادن، کار سختی و ما هم حقیقتا تو مؤسسه تا جایی که تونستیم از همون ابتدای این فراگیری این بیماری کمک کردیم. هر کاری از دستمون بر اومده انجام دادیم که خیلی جاها بی سر و صدا بوده، یه کمکی بوده و حالا شاید انشالله در آینده خبرهای خوبی رو شما بشنوید انشالله، که حالا اون روز به این روز اشاره میکنم که این خبر در حوزه سلامت چه بود در رابطه با مقابله با هم بیماری کرونا. خب سوالات زیادی برای من رسید تا دوستان فهمیدن که من با خبر شدن قرار لایو داشته باشیم. من به شما میگم انشالله این لایو ها یه خورده دیگه کار ما خلوت شد، یکی دو هفته دیگه هم سری کارامون مونده، انشالله بعدش حتما بیشتر خدمتون خواهم بود. و حالا اینو که محضرتون عرض بکنم، اون چیزی که امروز فکر می‌کنم بهش بپردازم خوبه راجع به انتخابات امریکا و تأثیری که بر داخل داره. ببین من نمیخوام انتخابات آمریکا رو کاملش بپردازم و انتخابات ایران انتخابات پیش رو، اما خب یه سری بحث‌ها مطرح شد تو این چند وقت گذشته توی شبکه‌های اجتماعی که حالا بنده خیلی پیش از این من عرض می‌کردم خدمت دوستان، حالا داره محقق میشه و این نبرد در واقع ترامپ به عنوان یک نشنالیست و ناسیونالیست با گلوبالیستا و جهانگرایان. ببینید آمریکا قصد جدی داره برای خروج از منطقه، یعنی میدونه که هزینه بر خواهد بود حضورش در منطقه. از سمت دیگه هم نمیخواد این خروجش به معنی سلطه ایران بر منطقه باشه و میدونه که اگر پاش از منطقه بگذاره بیرون، تنها قدرتی که توان این رو داره که در منطقه در واقع امنیت رو برقرار بکنه و منطقه رو تحت نظارت خودش قرار بده در واقع ایرانه. از این جهت برنامه‌ریزی که اینا کردن اینه که خلأ خودشون رو اینطور پر کنن که این منطقه رو به اسرائیل و اعراب بسپارن و به کشورهای عربی. برای همینم شما می‌بینید یک سری اقدامات انجام میدن. در ابتدای امر
حاج قاسم سلیمانی رو به شهادت میرسونه. اگه خاطرتون باشه موقع عرض کردم که ترور و شهادت حاج قاسم از این حیث شبیه شهادت و ترور احمد شاه مسعود بود، به این معنی که شما میبینید بلافاصله بعد از ترور احمد شاه مسعود اینا حمله به افغانستان میکنن. وقتی مرد منطقه‌ای ایران رو ترور کردن، هدفش این بود تو منطقه میخوان کاری انجام بدن. بلافاصله هم شما دیدین طرح معامله قرن و صلح عرب و اسرائیل پیش رفت و امارات و چند تا یکی دو تا کشور دیگه و در واقع پیش انداختن که این مسئله رو در واقع به سرانجام برسونن که اگر بتونن آروم آروم منطقه رو از ذیل قدرت و نظارت جبهه مقاومت در بیارن و بتونن بیان دوباره به مرزهای ایران بیان بچسبن. به ذهنم رسید یه نکته قرآنی هم خدمتتون عرض کنم که خیلی جالبه. این اتفاقاتی در دنیا میفته و ما تسقط من ورقة الا یعلمها، برگ بی اذن خداوند متعال درخت نمیفته، همه چی تحت سلطه و ذیل نظارت حق تعالی است. با هم این 3-4 آیه سوره مائده رو بخونیم. شاید قبلا تو سخنرانی عرض کردم اما مرورش برامون خوبه. آیه 54 میفرماد یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلة علی المؤمنین عزة علی الکافرین. ای کسایی که ایمان آورید اگر از دینتون برگردید، خدا در آینده دور قومی رو میاره که هم خدا اونا رو دوست داره، هم اونا عاشق خدا رو دوست دارن. اینا ویژگیشونه که در مقابل مؤمنین فروتنن، اما در مقابل کفار نه ترس و عزیز و شکست ناپذیر. این نیستش که حالا نمیدونم گزینه‌های نظامی آمریکا و روی میز اینا رو بترسونن، نه خیر، اینا در مقابل مؤمنین فقط سرخم میکنن و فروتنن. جلوی کفار ذره ترس به دل راه نمیدن، چون قائل بر اینن که لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، چون تمام قدرت و نیرو و همه چیز در دست خداست. ویژگیشون اینه یجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا جهاد میکنن. جهاد هم میدونید دیگه شامل الزاما قتال یا جهاد نظامی فقط نیست، جهاد اقتصادی، جهاد فرهنگی، جهاد علمی، تو همه زمینه‌ها اینا جهادی وارد میشن. ولا یخافون لومة لائم، از سرزنش هیچ سرزنش کننده هم هراس ندارن. یعنی این پیش بینی میشه که وقتی شما میخواید در مقابل جبهه کفر و آخرالزمان بایستید و اون قوم برگزیده باشید، حتما مورد تمسخر و سرزنش اینا قرار خواهید گرفت. اینو نترسید، ببین کارتون رو درست انجام بدید. حالا بعضیا مورد سرزنش قرار میگیرن چون کارشون ایراد داره، اینا بگن نه ما حرف مردم گوش نمیکنیم. نه خیر، یه موقع این سرزنش به جای باید گوش کرد. عرضم تو این زمینه که زمانی که ما در واقع بر حق هستیم اما دارن سرزنشون میکنن، باکی نیست، نترسید. خدا متعال میدونه این فشار روانی زیادی ممکنه به جامعه مؤمنین وارد کنه، اما نترسید، شما کارتون رو پیش ببرید. ذالک فضل الله، این که اصلا لطف خدا به شماست، یا لطف اضافی خدا به شماست، نعمت اضافی خدا به شماست که خدا به هر کسی بخواد میده. والله واسع علیم، با وسعت علم خدا هم که مشخصه. این آیه که نازل شد شما مستحضرید دیگه، هم شیعه داریم هم برادران اهل سنت که همه گفتن این چه قومی ان. صحابه هر کدوم اسم اون عشیره و قبیله خودش رو بردن تا اینکه پیامبر زد به شانه حضرت سلمان رحمت الله علیه که هذا و ذبوح، اینو قومشن که تو آینده دورم میان. نمیفرماد میفرماد سوف سیأتی الله، نیست سوف یأتی الله، یعنی تو آینده دور هم میان که دیگه آیه قرآنه. حتی میگه وهابی هم نمیتونن در مورد این آیه حرفی بزنن. خب اشاره شده به قوم سلمان که حالا قوم سلمان یعنی صرف ایرانی بودن یا مثلا چه میدونم سلمان از چه جهت بگیریم، ایرانی بودنش، فارس زبانش، اینا رو بگیریم، که در ادامه میفرماد که بلافاصله آیه ولایت امیرالمومنین رو میاره. یعنی نه اون ایرانی هایی که اون قوم سلمانی که و ایران هم جغرافی بزرگتر از این ایران کنونی ببینید، اون قوم سلمانی که ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام رو پذیرفتن. آیه بعدیش اینه، همتون حفظید الحمدلله، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. اینا کسایی هستن که از اون آقایی که تحت ولایت اون آقایی هستن که تو رکوع نمازش زکات داد. اما آیه بعدش، این دو تا آیه بعدش خیلی آیه مهمیه که ربط پیدا میکنه به اوضاع کنونی دنیا. و من یتولی الله و رسوله والذین آمنوا، بدونید که اون کسایی که این ولایت رو پذیرفتن، فان حزب الله هم الغالبون، قطعی است پیروزی برای اینا. نترسید شما، یه سختیایی میاد میره تمام میشه، اون چی که باقی است پیروزی برای شما مؤمنینه. اون مؤمنین که ولایت رو پذیرفتن، ولایت امیرالمومنین الله و رسول رو پذیرفتن. اما آیه بعدیش آیه همین الانه که بدونید این اتفاقات یه چه بسا همزمانیش
یه زنگه، یه هشداره که شاید یه 4 تا آدم خفته رو هم بیدار بکنه. اونم این که میفرماد ادامه آیه است، آیه بعدی ها چقدر اینا قشنگ پشت سر هم قرار گرفتن. یا ایها الذین آمنوا، ای کسایی که ایمان آوردید، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیا. بابا این کسایی که از اهل کتاب، یهودیا، مسیحیا یا کفار که دارن دینتون رو به تمسخر میگیرن، هزوا و لعبا، به بازی میگیرن، قرآنتون مسخره میکنن، برای پیامبرتون کاریکاتور میکشن، توهین میکنن، تمسخر میکنن، اینا رو دوست نگیرید، اینا رو ولایتشون یه وقت نپذیرید. و اتقوا الله، بابا تقوا پیشه کنید، ان کنتم مؤمنین، اگه واقعا شما مؤمن هست. ببینید واقعا من موندم این کشورهای عربی همین آیه رو چجوری باش تا میکنن که اینجوری شما برید ذیل ولایت اسرائیل و امریکا و کشورهای اروپایی که رسما توهین دارن میکنن به پیامبر شما و به دین شما. این دیگه تفسیر نمیخواد، دیگه آیه قرآن. بابا شما که به زبان مادریتونه این کتاب، چی فهمیدید از این کتاب؟ این وهابی‌ها، این جریان‌های سلفی، من نمیدونم چی فهمیدن از قرآن. چطور این آیات رو میخونید اما به فکر این کشور خودفروخته عربی حاشیه خلیج فارس که بابا شما با خودتون چی فکر میکنید وقتی آیات رو میخونید؟ چطور به خودتون اجازه میدید که به کسانی که اینطور به شما تاختن، به پیامبرتون، به دینتون، به مردمتون تمسخرتون میکنن؟ دیگه ترامپ باید با اینا چیکار میکنه؟ میگه بابا اینا گاو شیردن، من هر دفعه میرم میدوشم اینا رو. با بن سلمان جلسه داشت، با تو از اینا باید بخرین، گرونتره. عکس اون اسلحه رو نشون میداد، میگه این برای تو خوبه. بعد میرفت به مردمش گزارش میداد، میگه میرفتم یه گاو دوشیدم اومدم. بابا شما هیچ عزتی دیگه ندارید، اینقدر بدبخت و بیچاره. فلزو بنده معتقدم چه بسا این همزمانی این اتفاقی که در فرانسه افتاد، در توهین بیشرمانه که به پیامبر صورت گرفت، این همزمانی با این اتفاق صلح عرب و اسرائیل که دارن به زور پیش میبرن، معامله قرن اصطلاحاً یا طرح نمیدونم ابراهیم، واقعا یه هشدار باشه که همزمانی این دو تا اتفاق خدا داره حجت تمام میکنه. اینو بدونید در آخر زمان تا حجت ها تمام نشه حضرت حجت ظهور نمیکنن. این یه اصله، فراموش نکنیم برادران و خواهران عزیزم. اینکه اینها دنبال این جایگزینی ان، غرضن میخوان ایران داره منطقه رو تخلیه بکنن. همین الان شما میبینید که با تغییر وزیر دفاع امریکا سریعا امریکایی‌ها در حال تخلیه نیروهاشون از افغانستان و عراق هستن و حتی این حمله راکتی که دیشب صورت گرفت به سفارت امریکا از نظر بنده کار خود ایناست و دارن این کارو میکنن که شرایط رو فراهم بکنن، یا اگرم خواستن مثلا یه نظامیگری انجام بدن که بگن خب به سفارت ما حمله می‌خواسته صورت بگیره، ما مجبور شدیم بریم مثلا مواضع اینها رو حالا مثلا یه بمبارانی کنیم، که ترامپ مستعد چنین رفتارهایی هست. اینو خدمتتون عرض بکنم. من گفتم حالا خیلی نمیخوام به انتقادات آمریکا بپردازم، خواهم پرداخت منتها الان وقتش نیست، از بحث‌های دیگه‌مون در واقع میمونیم. یا شما همین امروز می‌بینید که ترکیه تصویب کرد مجلسش برای حضور نظامی ترکیه در قره باغ. اینکه ترکیه یا اردوغان کلی از تروریستای النصره رو از ادلب منتقل کردن به مرزهای شمالی ایران و این در واقع جریان جنگ قره باغ شکل گرفت. و من دیدم رئیس جمهور آذربایجان هم اومدن هم مرز ما با خانومش عکس گرفته با لباس نظامی. از این اداها شما بگم، حالا من نمیخوام وارد جنگ قره باغ نمیخوام بشم مفصل، حالا یه فرصتی باشه خدمتتون عرض میکنم، اما حداقل هر کسی میخواد راجع به این مسائل حرف بزنه، الهام علیوف حداقل نباید حرف بزنه که او خیلی بزدل‌تر از این حرفاست و دیگه چیزی ازش نمونده. 27 سال هی قره باغ و اینا به شما بگم چی شد که اینا مجبور شدن جنگو در واقع طراحی شد که بنده معتقدم صهیونیست‌ها پشتشن. اونم این بود که یکی دو سال گذشته یک مسئولی داشت نخجوان، ایشون کنم نخجوان بود، بله فکر کنم نخجوان، اینکه ایشون آدم روز عاشورا در انظار عمومی جلوی چشم مردم عمدن مشروب می‌خورد، عمدی، که این چند وقت پیش ترور شد. حالا جالب اینو برای درمان به اسرائیل بردن. ترور که صورت گرفت، بررسی اینا نشون داد که عجب، این ترور توسط خود جوانان غیور جمهوری آذربایجان صورت گرفته و اینا کیان؟ اینا از اون بچه‌هایی بودن که تو سوریه رفتن جنگیدن دفاع از حرم
و این تو دل مردم جمهوری آذربایجان افتاد که اگه توی الهام علیوف ارزه نداری جمهوری قره باغ پس بگیره از دست ارمنستان، این مدافعان حرم که مدافعان حرم توی هر کشورهای مختلفی اسمی دارن، مثلا پاکستانی‌ها میگن زینبیون، خدمت شما عرض کنم حزب الله که مشخصه، نمیدونم حیدریون عراق، به اینا میگن حسینیون جمهوری آذربایجان. از قضا بنده افتخار داشتم چند جلسه با اینا خدمتشون بودم و بسیار جوانان درجه یک آماده و فهیم. اینا فراموش نکن جمهوری آذربایجان با یه جمعیت 85-90% شیعه اثناعشری، شیعه 12 به لحاظ درصد جمعیتی جزء اولین هاست جمهوری آذربایجان. محضر شما عرض بکنم که سالها تحت سیطره کمونیستا بوده و اصلا اینا درکی از تدین و دین ندارن. و جالبه تو همین جنگ قره باغ هم باز هم جایی که کارشون گیر میکرد توسل همین رزمنده‌هاشون به اهل بیت بود. خب دیدن اوضاع خرابه، رژیم صهیونیستی فهمید که عجب جمهوری آذربایجان هم به زودی به محور مقاومت میپیونده و الانه که این حسینیونی که از سوریه برگشتن بیان و قره باغ آزاد کنن. خب و اینا دستشون برمی اومد، چون جنگ سختی نیست برای یه رزمنده سلحشور شهادت طلب. اینو ما قبلا هم اثبات کردیم تو جنگ قره باغ، زمانی که نیروهای ایرانی خود سربازای جمهوری آذربایجان نتونستن، یه سدی بود اونجا نمیتونستن پس بگیرن و یه تیپشون شکست خورد، یک رزمنده ایرانی با 10-12 نفر رفت اون سد آزاد کرد. خب اینا آدما زندن داره. همین الان خدمت شما هستم سردار نوی اقدم زنده است، حی و حاضره و اینا نمیتونه، اینا براشون سخته که حتی یه خنجری هم با سردار نوی اقدم رئیس جمهور وقت جمهوری آذربایجان هدیه داد، یه نشانی بهشون داد که به خاطر اینکه کمکشون کرده. جالب اینا به توصیه آمریکایی‌ها ما شهید دادیم تو قره باغ. خوب بدونید به توصیه آمریکایی‌ها ماها رو بیرون کردن. وقتی ما رو بیرون کردن خودشون ارزه نداشتن اونجا رو نگه دارن. 27 سال این قصه ادامه داشت تا دیدن عجب باز محور مقاومت ممکنه یه اتفاق اینجا رقم بزنه، خودشون به صورت سوری اومدن انجام دادن. قصه اینه و هم در واقع راضی باشن، یعنی هم با ارمنستانی‌ها صحبت شده، هم با جمهوری آذربایجان صحبت شده که هم اردوغانی که رسما گند زده، هیچ آبرویی براش نمونده تو سوریه، هر کاری کرد بشار اسد سقوط کنه نتونست، هر کاری کرد سوریه تجزیه بشه هیچ غلطی نتونست بکنه، این همه شکست خورد. تو لیبی هم باز اونجا برد حضور نظامی پیدا کرد، اونجا هم شکست خورد، مونده بود چیکار کنه، یه جا دنبال یه حیثیتی میگشت برای خودش، اومد رو همین محوریت تفکرات پان ترکیستی وارد جمهوری آذربایجان بشه. و جالب اینجاست که رفت وهابی رو برداشت آورد توی کشور شیعه نشین و حتی خود این بچه‌های جمهوری آذربایجان میگفتن شهدای ما و تعداد شهدای ما تو جنگ با این جنگ اخیر طبیعی نیست و تعدادی از این شهدا از پشت تیر خوردن. میگفتن هیچ بعید ندونید این تکفیری‌ها تو دل همین عملیات نظامی که دارن انجام میدن اون عقده روانی که نسبت به شیعیان دارن الان خالی میکنن و میدونید که اینا خب بالاخره کشتن ماها سوژه بهش رفتنشونه. خب کسی که این تفکرات تکفیری و وهابی بزرگ شده بیاری اینجا بذاریش اسلحه بدی دستش بین شیعیان و این کاری نکنه و کاری ازش بر نیاد. من میگم یه بازی یه شو بود، یه نمایش بود که مفصل راجع به اینها صحبت خواهم کرد و از قضا بچه‌های آذری و ترک خودمون راجع به اینا باید بیان حرف بزنن، چون یه جایی که یه نفر غیر ترک میاد صحبت میکنه ممکنه این برداشت بشه که آقا نمیدونم حالا اینا چون فارسن دارن این حرفو میزنن. این قصه ها نیست. من خودم بارها عرض کردم، همون موقعم توییت زدم، شعر ترکی هم نوشتم، خب برای اینکه بگم که آقا ما هرگز از ایران عزیز نخواهیم گذشت. ایران سرزمین مردم شناخت نسب، مردم یکتاپرست، مردمی که همیشه در طول تاریخ حق پرستی خودشون رو نشون دادن و کمک به مظلومین رو نشون دادن. در طول این سده هایی که آدم تاریخ ایران رو مرور میکنه، نمیگم خطا نبوده، منم نمیگم مثلا ما ایرانیان دچار نجات پرست بشیم، اما انصافاً در مقایسه با تاریخ کشورهای دیگه و تمدن‌های دیگه وقتی آدم نگاه میکنه میبینه یه سر و گردن بالاترن ایرانی‌ها. خب و افتخار آمیز این تاریخ و هر کسی بخواد به این تاریخ حمله بکنه من اینا رو خیانت میدونم. ببین بله من میدونم یه دوره‌ای یه سری شاهان یه سری کارا غلطی کردن، اشتباهی که اونا رو عرض می‌کنم، دارم روحیه مردم شریف ایران میگم، این سرزمین نجیب زادگان، دارم راجع به این دارم صحبت میکنم. خیلی از اینا تجزیه طلبا باید دهنشون آب بکشن بخوان اسم مقدس ایران رو سر زبونشون بیارن.
این کشور کشوری که از این مردم و این جغرافیا مردمی هستن و این جغرافیایی است که جغرافیای حق طلبیه. همین الان هم شما نگاه بکنید در کل دنیا برید بگردید ببینید کی جز ما ایستاده در مقابل صهیونیستا، کی جرأتی ایستادن جلوی اینا رو داره. این همین الان قیاس بکنید این عزت رو با این ذلت این کشورهای حاشیه خلیج فارس، ببین به چه بدبختی و دریوزگی افتادن. و من خودم به عنوان آدمی که اگر یک قطره در بدن من از خونم باقی نخواهد ماند الا اینکه اون باید فدای کشورم به خاطر دین و اسلام و این آرمان‌ها باید بشه. ایرانی‌ها هر جایی وارد شدن اگر با منطق و اون حق طلبیشون وارد شده باشن و سعی کوششون کردن، در یک فرصت زمان بسیار کوتاه نتایجی گرفتن که قابل مقایسه نیست با بقیه تمدن‌ها و کشورهای دیگه. خب شما برید نگاه بکنید ببینید الان ببینید یه خوی تمدنی تو ما مردم ایران هست. ما اصلا به دنبال تشکیل تمدنی، مردم ما این گرایشات رو دارن. شما برید ببینید مثلا ببینم در طول تاریخ هندیا چقدر گرایشات تمدنی داشتن با 1 میلیارد جمعیت الان کنونیشون. یکی از بهترین نقاط و حاصلخیزترین سرزمینا بوده. چه تأثیر جهانی بین المللی داشتن. من نمیخوام اسم سر کشورها رو ببرم، کشورهای همسایه خودمونم فراوان میتونم اسم براتون ببرم. اما این ایرانی‌ها هستن. برای چی؟ به خاطر اینکه سابقه داریم ما. هر کسی با ما جنگیده پشیمان شده. من خاطرم هست زمانی جورج بوش میخواست یه بحث محور شرارت مطرح کرده، گفت یا کشورها با ما آمریکان یا با این القاعده و طالبان، یا بامان یا برما. اون موقع رهبر انقلاب افغان گفت شما چیکارید که دنیا رو تقسیم میکنید؟ کی گفته که با گزینه سومی وجود نداره؟ حرفا چیه؟ بعد بحث مطرح شده بود که آقای آمریکا افغانستان رو گرفته و نمیدونم حالا زده و عراق هم زده، الان نوبت ایرانه. و همون موقع یک مسئولی ترکیه داشت به اسم آقای بلند اجویت. بعد ایشون یه صحبتی کرد، گفتش که ببین هم اسم من بلند هم اسم خانومم هر دوتاش فارسیه. شما راجع به این چیزا حرف نزنید. ما چند دهه با اینها جنگیدیم، نتیجه شده این. خب من نمیخوام الان روی بحثای چیز بخوام صحبت بکنم، میخوام بگم که مگه مغولا حمله نکردن دیگه وحشی‌تر از اونا؟ والا اونا رو ما آدم کردیم. خب درسته قبول دارم آدم کردن صهیونیستا خیلی سخت‌تر از آدم کردن مغولاست. خب و اینا واقعا وحشی‌تر از اونا و دور از تمدن‌تر از همه اینا، اما اینا رو ما آدم میکنیم. شما شک نکنید سخت هست، میدونم، اما شدنیه. و اینم یه وقت وارد بحثای نمیدونم ترک و فارس و اینجور چیزا نکنن. و من خودم از همه ترک‌ترم دیگه، این چیزا رو من لااقل گفتن نداره. خب اما در مورد اینکه اخیراً یه سری بحثا مطرح میشه که آقا یه عده‌ای نمیدونم، حالا نکته جالب هم داشتین انتخابات آمریکا، ما دیدیم براندازا طرفدار ترامپ هستن، یه سری داخلی طرفدار بایدن. این اوج حقارت افراد یه فرد نشون میده که تمام آرزوها و آمالش تو دست دشمنشه. یعنی از این آدم اسیرتر مگه وجود داره؟ از این آدم ذلیلتر مگه وجود داره که شب و روز اینا بیان ببینم خدمت شما عرض کنم نذر کنن، نمیدونم دعا کنن که اون براندازا ترامپ رای بیاره، حالا این طرفی‌ها این غربگراها و لیبرالای داخلی که مثلا بایدن داره، گور پدر جفتشون. شما فکر کردید بیشترین تحریم‌ها رو دموکرات‌ها علیه ما در واقع به تصویب رسوندن و اجرا کردن. خب و ترامپو که حداقل ما باش پدرکشتگی داریم، یعنی به این سادگی بی خیالش نخواهیم شد. و نه فقط ترامپ بلکه اون صهیونیستایی که او را در واقع به این نتیجه رسوندن که با شهادت سردار سلیمانی مثلا یه سری اهدافش پیش خواهد رفت. نه اینطور هم نمیشه. و اینم بگم شما یه تصور غلطی وجود داره که فکر می‌کنم مثلا نیروی قدس فقط سردار سلیمانی بود. نه خیر اینطور نیستش. اصلا اینطور نیستش. یک مجموعه است، یه سیستم، یا هوافضای ایران فقط سردار حاجی زاده است. نه خیر اینطور نیستش. ان شاء الله مثلا عزیز سالها عمر با عزت داشته باشن و خدمت کنن به کشور، اما حتی در صورت شهادت ایشون هم بدونید اون یه سیستم و یه ماشین شکل گرفته. راننده دیگه میشینه به همون توان کارو پیش میبره و چه ساعت تا بیشتر. اینو خدمت شما عرض بکنم. اما اون کسی که بعضی از این مجموعه از نزدیک رفتم دیدم دارم خدمتتون میگم. و توانمندی نظامی ایران هم اینایی نیست که شما میبینید. خیلی بیشتر از این هاست. صلاح هم نیست خیلیش گفته بشه که دشمن اطلاع داشته باشه خودش بخواد آماده کنه و اونا فکر حمله نظامی رو هم نباید به سرشون بندازن، چون حداقلش اینه که اگه بخوام چیکار کنن خب این مرگ اسرائیل رو خیلی نزدیکتر میکنن. حالا به 20 میگفتن تا 25 سال دیگه، گفته میشه نه اینجوری نیست، خیلی نزدیکتره، چیزی ازشون نمیاد. کل محور مقاومت با اینا وارد جنگ خواهد شد.
یعنی از منتها الیه شما پاکستان بگیرید تا یعنی از اقیانوس هند تا دریای مدیترانه، از این طرف از دریای خزر بگیرید تا باب المندب. نبرد دیدنی هم خواهد بود. ما جنگ رو دوست نداریم، ما جنگ طلب نیستیم، بدمون میاد از جنگ. از قضا معتقدیم این مسامحه‌ای که صورت گرفت، این وادادگی که صورت گرفت، سایه جنگ و بالا سر ما آورد. والله زد و خورد نظامی ما تو همین دوران خیلی بیشتر شد. رسما با آمریکایی‌ها وارد زد و خورد شدیم. هر چی جلوی نابا بده، هر چی بترسی، اینا جری‌تر میشه. هر چی محکم وایسی جلوشون نعره حیدری بزنی، ببخشید رفتن مثل سگ میترسن فرار میکنن میرن. امریکا که توان زدن رو داشت میزد. حالا میگن آقا نه این احمق ممکنه بزنه. خب میدونیم اینا احمقن، خب اما خب احمق هم میشه ادبش کرد. و یه وقتی عدو شب سبب خیرگر خدا خواهد. یه کاری کردن همین اسرائیل هم زودتر جمع شد، تکلیفش تعیین شد و رفت کنار. شما شنید همین بایدن میگفت اگر ما اسرائیل رو نمی‌داشتیم میصرفید برای امریکا اسرائیل تأسیس کنیم، یه اسرائیل بسازیم. پس اینا منافعشون با هم گره خورده است. اینا خوب میدونن که کوچکترین اشاره‌ای به ایران یعنی با خاک یکسان شدن اونجا. همین چند وقت پیشم سید حسن نصرالله براشون یک کریخونی خوبی کرد و اینا میدونن که تا الان از سید دروغ نشنیدن. توی نظرسنجی که اینا کرده بودن مردم اسرائیل به حرفای سید حسن نصرالله بیشتر اعتماد دارن تا مسئولین رژیم صهیونیستی. ما از این مسئولین داریم که هر چی میگن تو باید دقیقاً 180 درجه اون طرفدار آماده باشه بگی یا اتفاق بدی میخواد بیفته. خب نکته جالبی بوده، این روزا رو رصد کنید، تو ذهنتون بسپارید، مثل ماهی حافظه کوتاه مدت نداشته باشیم. اینا رو خوب باید رصد بکنیم که یادمون نره که بله در اندازه چطور سینه چاک ترامپ شده بودن و لیبرالای داخلی بیچاره چجور سینه چاک بایدن. واقعا سگ زرد برادر شغال از این جهت که بله نژادشون فرق میکنه. من دیدم یکی نوشته سگ زرد برادر شغال نیست. نه هست. تو چشات آسیب دیده نمیتونی تشخیص بده حیوان از انسان. اما حالا یه بحثی پیش اومده، یه جریان دیگه هم حالا مدافع ترامپ شدن، یعنی نه براندازه، یه جریانی که ترامپ رو مظهر آنتی گلوبالیسم میدونن، یعنی آدمی که قرار جلوی جهان وطنها و جهانگرایان در واقع بیست. ببینید اولا این حرف رو اولی کسی بخواد بزنه، من فکر می‌کنم خود من زودتر از همه راجع به این نبرد ترامپ و گلوبالیستا صحبت کردم. تو اون اکانت اولیه‌ای که داشتم توییت زده بودم، بعد با اکانت که ساسپند شد، اکانت بعدیش اونو باز من ریت زدم یه مطلب دیگه نوشتم، باز اونم ساسپند شد. با این اکانت جدید که این یکی دیگه شب انتخابات آمریکا بستنش. و یه گزارش اخیراً یک از این اندیشکده آمریکا داده، صفحه 19 در مورد فعالیت بنده تو توییتر نوشته آقا این یه سری از عملیات‌ها رو سازماندهی میکنه علیه ما و فلان. خب همینا در دستور کار قرار میگیره و حذف میکنن. دنبال بهانه‌ای هم میگردن حذف بکنن. تو اونجا من از 25 سپتامبر 2018 یه توییت زدم که ترامپ دو نقطه ما جهانی شدن را رد کرده و دکترین میهن پرستی را میپذیریم. چون راجع به گلوبالیسم و جهانگراها صحبت کردم دیگه باز حرف نمیزنم، وقتتون نمیگیرم. کشورهای مسئول باید با تهدیدات علیه حاکمیت کشورها مقابله کنند. بعد نوشتم پینوشت پنون اگر صحت داشته باشد، یعنی واقعا من چون تو اخبار خوندم ترامپ همچین حرفی زد، بعدم زده تو سازمان ملل هم ظاهرا گفته بود، یعنی شروع جنگ او با جهانگرایان و آغازین مرحلهش نبرد با غول‌های رسانه‌ای خواهد بود. یعنی تشخیص بنده این بود که نبرد رسانه‌ای با او شروع میشه، چون این گلوبالیست‌ها آدمای کوچیکی نیستن و یه جریان قدرتمند صهیونیستیه که در تمام دنیا نفوذ دارن و یه جایی مثل شبکه‌های جوامع مخدوم مثل فراماسونری یکی از بخشای این بود. حالا کنار فراماسونری مثلا ایلومیناتی هم دارن، ده ها مدل‌های مختلفشو دارن. خب فراماسونری یکی از اجزای اینا که فکر می‌کنم حداقل بنده 10 سال پیش راجع به اینا عرض کردم، صحبت کردم. همین چند وقت پیش باز دوباره اومدم نوشتم که این توییت را 25 سپتامبر 2018 منتشر کردم. بخش بزرگی از آنچه در امریکا در حال وقوع است قابل پیش بینی بود. این باز با اکانت قبلی بود. و در واقع نبرد گلوبالیست‌ها با ترامپ ملی‌گراست. قرار نبود او رئیس جمهور آمریکا باشد. اینو من عرض کردم، بارها عرض کردم. برنامه گلوبالیست‌ها و صهیونیست‌ها این بود یک سیاه پوست و بعدش یه زن رئیس جمهور بشه. و هیلاری کلینتون هم رأی بیشتری آورد، اما اون سیستم
کالج الکترال ها ترامپ رئیس جمهور شد. 3 میلیون خورده فکر کنم رأی هیلاری کلینتون بیشتر بود. قرار نبود رئیس جمهور آمریکا باشد، گزینه جهانگرایان هیلاری کلینتون بود که با وجود رأی بیشتر به خاطر مدل رأی الکترال شکست خورد. خب و همین الان هم شما نگاه میکنید میبینید جو بایدن یه آدم پیرمردی رو برداشتن آوردن، حالا الفاظ جالبی هم آمریکایی در مورد بایدن دارن استفاده میکنن دیگه. ما جسارت در محضر شما حتما خودتون شبکه‌های اجتماعی دیدید و شنیدید. خب و الان میبینید یه زن آورده گذاشته معاون اولش و شما اگر بایدن رئیس جمهور آمریکا بشه، چون هنوز دعوا تموم نشده، یعنی انقدر بعضی از این لیبرالای داخلی خیلی خوشحال نباشن، بندگان خدا ممکنه شکست عشقی بخورن. خب دوباره صبر بکنید، جوجه رو آخر پاییز بشمرید ببینید که چی میشه. اگر بایدن رئیس جمهور بشه، شما کامالا هریس رو خواهید دید که در رسانه‌ها عملا خواهد بود، یعنی عملا او رئیس جمهور آمریکا خواهد بود، او جلوی چش خواهد بود. یعنی وقتی دیدن اینا این زنه رئیس جمهور نمیشه، به زور با این برنامه نابرداشتن آوردن که ترکیبی از اوباما و هیلاری دیگه، یا زن سیاه‌پوست. خدمت شما عرض بکنم که بعد اومدم یه توییت اخیراً زدم که با این اکانت که گلوبالیست‌ها با تمام توان به جنگ انتخاباتی با ترامپ آمدن و این مسیری است که خودش انتخاب کرد. ترامپ فکر می‌کرد سرویس دهی به صهیونیست‌های اورشلیمی، هر صهیونیست‌ها دو شاخه میتونیم از یک حیز تقسیم بندیشون کنیم، یه سری صهیونیست‌های جهانگرا و جهان وطن، همین گلوبالیست‌ها، یه سری صهیونیست‌های اورشلیمی، یعنی که همونی که تو اسرائیلن. ترامپ میدونسته که بخواد جلو گلوبالیست‌ها بیسته 100% میکشنش، یعنی سریع حذفش میکنه، یا مرگ رسانه‌ای و ترور شخصیتی یا واقعا شخصا میکشنش. برای این کار شروع کرد سرویس دهی کردن به اسرائیل. کارایی برای این یهودی‌ها کرد که هیچ کس انجام نمیداد. هیچ رئیس جمهور آمریکا جرأتش انجامش نداشت و راضی نمیشد. شما از ترور سردار سلیمانی بگیرید، انتقال سفارتشون از تل‌آویو به بیت المقدس، ضمیمه کردن جولان به عنوان خاک رژیم صهیونیستی. یعنی اگه کسی به جولان دست بزنه با آمریکا وارد جنگ بشه. هیچ رئیس جمهور آمریکا این کارو نکرد. و سکه ضرب کردن در اسرائیل به عنوان منجی یهود. یعنی یه سکه از تصویر در واقع کوروش به عنوان کوروش جدید ازش دارن یاد میکنن. من دیدم آقای علیزاده که از فعالان حالا رسانه‌ای هستن، تا قبلا تو شبکه‌های ماهواره‌ای بودن، حالا توی شبکه‌های اجتماعی این طرف بعضا هم من تو برنامه‌های تلویزیون خودمون هم دیدم دعوتشون کردن. صحبت شد، حالا آخر پرنامه بعد نیستم راجع بهش صحبت کنم، چون من اخیراً دیدم یکی از برنامه‌های لابیش من خودم ندیدم، بهم گفتن که نکته نظری داشتن. ببینید اولا که حالا یه سری میگن که آقا ایشون نمیدونم برای چی داره این حرفا رو میزنه، نفوذیه، نمیدونم میاد این حرفا رو بزنه بچه انقلابی‌ها رو جذب کنه، بعد نمیدونم کاری بکنه. یه چیز کلی به خدمت شما عرض کنم، یه خورده برای جامعه مخاطب شعور قائل باشید. این خیلی بده که یعنی جامعه مخاطب رو دارید این فرض میکنید که اینا هر لحظه ممکنه گول بخورن و قدرت تشخیص ندارن که کی این حرف درسته، این حرف درست نیست. من نمیدونم این کی باید از ذهن این بچه‌های انقلابی و بعضن کج حزب اللهی خارج بشه. من موندم اینا چی ان، بعضی از اینا این حرفا چی میزنه. خب آقا شما خدا بهت شعور داده، همین الان رائفی پور رو نگاه کن، میگی خب الان همین حرفی که مثلا اینجا زد حرف غلطی رو قبول نکن. دیدین تکرار این حرفای غلطیش زیاد شد، آقا این بلایی سرش اومده ها. حالا یا تغییر کردی از اول اصلا مثلا چه میدونم نفوذی بوده، چه فرقی میکنه، چه اهمیتی داره؟ زبیر از اول نفوذی بود تو تغییر کرد، دیگه شما نباید قدرت تشخیص داشته باشی چون برای حضرت زهرا شمشیر کشیده تو روز حمله به خانه حضرت زهرا، دیگه مثلا هیچ وقت امکان خطاش وجود نداره. ما زال از زبیر کان رجلا من نحل حتی نشع ابن المشموم عبدالله، این امیرالمومنین نفرمود حتما باید مثلا کعب الاحبار یهودی نفوذی مثلا باشه. آخه خیلی زشته، اصلا توهین به مخاطب. ما بعضی جاها میریم واقعا میبینیم فوش نوشتن برای مخاطب، اینا نمیدونم دیگه چی فرض میکنن مخاطبو. نوشته مثلا جلسه بصیرت افزایی با سخنرانی استاد رائفی پور. میگم بابا تو داری مخاطب فوش میدی، یعنی شما یه مشکل بیشعور هستید یا آوردن شعور شما رو افزایش بده. همینا یعنی اصلا ادب برخورد با مخاطبشون نداره و انتظار داره که مثلا مردمم درک کنن. ببین حالا آقای علیزاده، آقای نقیزاده، آقای تقیزاده، آقای هرچی ایکس زاده، ایگرگ زاده، هر چی شما میگید ما عقل داریم میفهمیم. همین آقای علیزاده کلی حرف خوب زده، کلی حرف غلط هم زد. تا همین اخیراً من نگاه می‌کردم بعضی از حرفایی که میزد در نظر من نمیپسندیدم، یعنی با عقل من سازگار نبود. یکی از نکاتی که شما من یادم یه توییتی زده بود که نمیدونم از تاجزاده تا رائفی پور، حالا الدهر انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی حتی یقول. خدمت شما عرض کنم که آره
که آقای نمیدونم رایفپور تاجزاده دارن میگن که آقا اثر ایران، تاجزاده یا همچین کسی حالا فکر می‌کنم تاجزاده بود یا زیبا کلام، فکر کنم تاجزاده بود، که آقا بله اثر ایران توی انتخابات آمریکا. نه، آمریکا اولویت اولش اقتصادیه. ببینید من منکر این نبودم، اما این به خاطر اینکه بخش مهمی از حرف من شنیده نشده و نفهمیده شده. من فکر می‌کنم ایشون مثلا سخنرانی اونجلیستای منو ندیده، اونجلیکال ها رو، اون سه جلسه که روایت سخنرانی کردیم. اصلا بحث بر سر اون نیست، بحث بر سر اینه که این نئوکان ها، این خدمت شما عرض کنم این آخرالزمان گراهای امریکایی که حضور بسیار پررنگی در انتخابات دارن و 80 خورده درصدشون به ترامپ رای میدن و نزدیک به 25% رای دستشونه، به شرطی به ترامپ رای میدن که کنشگری خاصی در مقابل ایران داشته باشه. بنده از این جهت میگم و الا مطمئنم میدونم تو این اوضاع کرونا چه بلایی سر اقتصاد آمریکا و دنیا اومده، سر اقتصاد خودمون اومده که داریم میبینیم. راجع به اینو بنده مفصلا حرف زدم. از این حیث دارم میگم خیلی مهمه کنشگری ترامپ در مقابل ایران. و شما اصلا میبینید که ترامپ این ترور سردار سلیمانی رو وسیله برای جمع کردن رئیس میگفت من امنیت رژیم صهیونیستی رو میخوام حفظ کنم، خیالتون راحت باشه، هیچ کس به اندازه من امنیت رژیم صهیونیستی رو در واقع حفظ میکنه. و شما میبینید بایدن باز با این مسابقه میداد، میرفت سخنرانیایی که نمیدونم جوان بود، حالا جوان بود مثلا 50 سالش بوده. نمیدونم این جوانگرایی تو آمریکا شبیه ما ایرانیاست. اینم تازه میگم من متوجه شدم اینا رئیس جمهوراشون و اینا مثل ما انتخاب میکنن، یه جورایی شبیهیم یه جاهایی با اینا. جالبه برام خدمت شما عرض بکنم از این حیثه که او رفته و سخن 50 60 سالش آورده بود، همون حرفا رو دوباره تکرار کرد که آقا من نمیدونم یهودی نیستم اما یک صهیونیستم و از این حرفا که میزنه. خب نمیشه این مسیر خود ترامپ انتخاب کرد. ترامپ فکر می‌کرد سرویس‌های به صهیونیست‌های اورشلیم رو از صهیونیست‌های جهانگرا در امان می‌دارد، اما پاسخ دیوید روچیلد یهودی به ترامپ و دخترش گویا همین چیزه، گویا همه چیز است. من دیوید روچیلد یهودی رو انتخاب کردم توییتش رو که توی پاسخ به توییت هم خدمت شما عرض بکنم دختر ترامپ و هم خود ترامپ، ایوانکا ترامپ و خود ترامپ توهین‌های بسیار رکیکی در واقع استفاده کرده بود و نشون میده قول هرس داره. ببینید این جنگ این گلوبالیستا با ترامپ یه جنگی که در نهایت مطلوب ماست، اینو به شما بگم. یعنی واقعا مصداق الله مشغل ظالمین به ظالمین. یعنی انشالله این درگیری اینها با هم تمام نشه به این زودی ها. چون به شدت تضعیفشون میکنه، به شدت تضعیفشون. یعنی چه بایدن رأی آورد به این سادگی ترامپ کوتاه نیاد. خب یا اگر ترامپ رئیس جمهور شد حتما درگیریش با گلوبالیستا ادامه پیدا خواهد کرد و فکر میکنم درگیریش با چین وارد یک مرحله جدیدی بشه. چون چین رو هم بنده بخشی از همین چیز میدونم دیگه، جریان گلوبالیستی دنیا میدونم. خب اینا هم تو آمریکا هم دو دستن دیگه، یه سری گلوبالیستاشون که بیشتر دموکرات‌ها گلوبالیستن و افراد دیگه. خدمت شما عرض بکنم که توی اون بحثی که راجع به جهان پس از کرونا صحبت کردم راجع به بیشتر حرف زده بودم که گفتم که اینا چجور دارن در واقع این کرونا زمینه سازی میشه که هم گلوبالیست‌ها و هم ملی‌گراها دارن ماهی خودشون از این آب میگیرن. یه سری بحث و مطرح شد، یه سری طرفدارا و در واقع افراد نزدیک به آقای احمدی نژاد من دیدم این چند روز اخیر خیلی سر و صدا کردن و جوری از ترامپ قهرمان سازی که اصلا تعجب کرد. اولا حالا یه خورده من چون دیدم مثلا نزدیکان دیگر احمدی نژاد به اینا واکنش نشون دادن، حرفایی زدن که حالا میگم نمیدونم حالا بگیم از اینا نزدیکان احمد، یعنی حرف احمدی نژاد محسوب میشه نمیشه من نمیدونم، بعیده همچین چیزی باشه. اما اینا در واقع این طرفداری که ترامپ دارن میکنن میگن که ترامپ اومده به این نبرد 400 ساله و به این سلطه 400 ساله به 400 ساله گلوبالیستا خاتمه بده. یعنی چی شده؟ یعنی اگر ترامپ تو آمریکا سر قدرت بمونه با توجه به ثروت ذاتی و قدرت نظامی که آمریکا داره دوام بیشتری میاره جلوی گلوبالیستا و این نبردش ادامه پیدا میکنه. همین کاری که کرد مثلا از معاهده پاریس خارج شد، به قول خودش کارها و مشاغل رو به داخل آمریکا برگردونه. خوب بدونید زمان اوباما بیکاری 9% بود، تو زمان ترامپ رسید به 3 تا 4% بیکاری در امریکا. یا مثلا کلینتون گلوبالیست و جهانگرا نزدیک 1 میلیون شغل از آمریکا منتقل کرد به مکزیک. یعنی 1 میلیون آمریکایی بیکار شدن که برن تو مکزیک. این تفاوت اینا با همه و اینه که شما هی میدیدید توی تصاویر نمیدونم هی ترامپ بایدن رو متهم میکرد که تو برای چین داری خدمت میکنی یا این حساب برای که متوجه بشید چین. اینا از این جهته. دیدم ترامپ توییتی زده که دموکرات‌های چپ افراطی با همکاری شریکشان
رسانه‌های منتشر کننده اخبار جعلی که میگفتم نبرد رسانه‌ای 2018 برای این بود، تلاش میکنه که این انتخابات را بدزدن. ما این اجازه را به آنها نخواهیم داد. یعنی ترامپ داره سعی میکنه که بگه که نترسید ما همه با هم هستیم و پیروز هستیم و رأی ما رو پس بده و نمیدونم از این قصه ها دارن وجود میگه برای ما گوش ما مشناس از این حرفا. خب حالا این چی میشه؟ میگذاریم. اما یه اتفاقی تو مملکت ما افتاد که من از این نمیتونم بگذرم. یعنی اصلا یعنی واقعا آتیش گرفتم همچین چیزی رو دیدم که واقعا آدم باید به چه مرحله آدم برسه که همچین اتفاقی بیفته. خب مدت ها بود که کالاهای ما تو گمرک گیر کرده بود. ارز تخصیص پیدا نمی‌کرد. خود این کسایی که افرادی که کالاهاشون اونجا بود میترسیدن بیان اون قانون 3 ماهی که میتونستن بیان ببرن مصوبه دولت، میترسیدن بیان ببرن. گفتن بعد این پول ما رو نمیده بانک مرکزی. اعتمادی ما به این دولت نداریم. منم بهشون حق میدم از یه جهت که یعنی وعده‌هایی داده شد و از 100 روزه تا نمیدونم چند روزه و فلان بالا پایین هیچ چند بندگان خدا نگرفتن. پولش و مال و زندگیشه. خب بعضی از این اتفاقاتی هم که میافتاد اینا رو باید بررسی بشه ها. یعنی من نمیدونم مثلا خب من با این در واقع جامعه بازاری ارتباط داریم باشون، میان پیش ما، بحث اقتصادی داریم از این جهت، یعنی ما مشاوره اقتصادی بهشون میدیم، یه جای به لحاظ فنی کاری از دست ما برمیاد، از مؤسسه برمیاد، واحد فنی مهندسیمون کمکشون میکنه، دستگاهی میخوان بسازن نمیشه واردش کرد، تو میام که مشاوره بهشون میدیم کمکشون کنه از این جنس. اینا مثلا وقتی باشون صحبت میکردیم میگفتن آقا مثلا اومدن انبار ما رو به عنوان احتکار گرفتن. واقعا حالا من دیدم حضرت آیت الله میر باقری هم نسبت به این قبلا واکنشی داشتن. برخی از اینا واقعا مصداق حتی احتکار هم نبوده. اینا خدمت شما عرض می‌کنم مثلا فرض کنید یه لاستیک فروش، تایر ماشین میفروشن. اینا خب جنسشون شکلات نیستش که کوچیک باشه. اینا مثلا چه می‌دونم مثلا 100 تا حلقه لاستیک اگه بخوان داشته باشن توی یه جایی باید یه انبار بزرگی بگیرن. انبارشون هم میان چیکار میکنن؟ اینا 6 7 نفره 10 نفره 20 نفره با هم یه سوله میگیرن. میذارن اینجا، یعنی اون گوشه مثلا مال تقی، اون گوشه مال نقی، مال حسن، این طرف مال حسین، اینطوره. بعد چه اتفاقی میفته؟ یهویی میان میگن آقا یک انبار کشف شد. مثلا چقدر 1000 تا لاستیک. بابا این 1000 تا برای 10 نفر اصلا چیزی نیستش که عادیه دیگه. روزی 10 تا لاستیک نباید بفروشن. این لاستیک 10 روزشه. مثلا مصداق احتکار. بعد چی میشد؟ اینا رو که میگرفتن میرفت تا تعیین تکلیف بشه. یعنی ای کاش اینو میگرفتن باز وارد بازار میکردن. متوجه چه عرض میکنم؟ میرفت قفل میشد. از اون طرف هم که گمرک هم قفل بود. من یه سری آمارا بهتون بدم، این تا پایان شهریور ماهه. گوش کنید اینا رو. بعد از نماینده مجلس‌ها بعضیشون رو گفتم. من تو اون برهه صلاح نمیدونستم اینا گفته بشه. واقعا اینجوری نگاه نکنید من منتقدم به خاطر شما مردم، خدا گواهه. برای منم راحت هیچ حرفی نزنه، برای خودم دشمن ترشونه. ندیدید این نوچه‌های رسانه‌ایشون توی شبکه‌های اجتماعی چه حرف‌های سخیفی به بنده نسبت میدن، چه تهمت‌ها، چه توهین‌ها، چه ناسزاهایی میکنن. اما من آدم نیستم با این چیزا کوتاه بیام با 2 تا فوش و 2 تا لومه لائم بخوام مثلا سنگر خالی کنم. اون موقع با این وجود میگفتم وحدت حفظ بشه، چیزی نگیم، نمیدونم این قصه ها. حالا یادم هم بنوزید بچه‌ها، شما یادم بنوزید که من حتما راجع به انتخابات ایران و این بحثایی که اخیراً راجع به حضرت زهرا مطرح شد که این اصلا اینا بازی انتخاباتیه، اینو براتون حتما توضیح بدم. راجع به انتخابات ایران توضیح خدمتتون میگم که اینا چی شد یهویی یه جریانی شروع کردن راجع به نمیدونم. بعد بنده بصیرت فاطمی اسناد هجوم به خانه وحی سال 90 91 راجع به این سخنرانی کردم. 3 شب اثبات این که حالا خونه از زهرا در داشت نداشت چی بود، اما موقع جواب دادم. چی میشه بعد 9 سال 10 سال این جماعت به ولوله میفته؟ اینا بازیای انتخاباتیه. تو بازیای اینا نیفتید. اینا اصلا همین مناظره ها رو میخوان برای که به دردشون میخوره. رو عرض خواهم کرد که اینا به جامعه رأی اهل سنت طمع دارن و همیشه هم بازی دادن اهل سنت رو با این روش و ازشون رأی گرفتن. من در واقع به برادران اهل سنت هم میگم که ببین یه بحث تاریخی هستش. حالا شما برادر عزیز اهل سنت، من خیلی از رفقام سنیان، خدمت شما هستم، شما امامت رو قبول ندارید، ببینید ما شیعه ها عدالت صحابه رو قبول نداریم، اینم ببینید به جای بر نمیخوره. میشینیم با هم حرف میزنیم، صحبت میکنیم. تازم خیلی هم نباید بنازیم به این دینداریمون، چون عمدتاً ارثیه. ای تو خانواده شیعه به دنیا آمدی، شیعه بودی، من تو خود سنی بودم، سنی بودم. تعارفی نداریم. چند تامون رفتیم گشتیم خودمون تحقیق کنیم.
حالا اینا رو بعدا میگم که خیلی بازیتون ندن، یعنی بالاخره اینم حق الناس محسوب میشه. یک افرادی رو سر کار بیارید که در حق مردم ظلم بکنن یا به خاطر ناکارآمدیشون ضربه اقتصادی به مال مردم بزنن، عمرها داره میگذره، جوانایی دارن بیکاری نمیدونن چه ازدواج کنن، طلاق میگیرن، چی اینا نقش دارید. خبر داشته باشید که ازتون بازی نگیرن. آگاهانه میخواید رای بدید، به هر کی میخواید رای بدید، نوش جونتون، بازی ازتون نگیرن. ببینید 3 دسته ما کالا توی گمرک داشتیم. یکی کالاهای اساسی، یکی کالاهای غیر اساسی غیر کانتینری، یکی هم کالاهای کانتینری. این 3 دسته تقسیمشون میکنم. اون موقعی که دارم بهتون میگم پایان شهریور، خب این آمارشه، یعنی 6 ماه اول بوده. موجودی کالای اساسی تو بنادر گمرکات کشور بیش از 3,378,000 تن بوده است که 2,303,000 تنش اقلام بندر امام خمینی دپو شده بوده. نزدیک 9 تا کشتی منتظر رو آب با 469,000 تن کالای اساسی. کالای اساسی همون که من تو لازمش داریم. اساسی اسمش روشه دیگه. کجاست؟ روی آب نگه داشته. کالای غیر اساسی اینو دیگه آمار ریزیشو نمیگم که چقدر این ذرت بوده، چی شده. الان میان چیکار میکنن؟ میان نسبت به 98 میسنجن. خب میگن نه ببینید ما وارداتمون اینجوری شده. آقا این روشش چیه؟ هیچ. این 2 میلیون تن گندمو دارن حساب میکنن. پارسال گندم نداشته، امسال داشته. 2 میلیون تنش فقط گندمه. مستحضرید؟ اینجوری آمارو جابجا میکنن. این روششون اینه. شما کلیتو میشنوی، بازی میخوری. اما حقیقت ماجرا اینه. کالای غیر اساسی غیر کانتینری که گفتیم دسته دومن که 80% این کالاها مواد اولیه یا واسطه‌ای تولیده. مواد اولیه یا واسطه تولیده. دولت محترم یک جایی میره صحبت میکنه که آقا ما گرافیت مثلا نداریم، ما دیگه نمیتونیم وارد کنیم. یک از نهادها وارد میشه که اصلا مأموریتش هم این نیستش. تماس میگیره با یه کشوری که آقا خب من اینو میخوام، اونم میگه من دارم، تو چجوری بهم پول میدی؟ این هم برمیگرده میگه اگه میتونستم بهت پول بدم که به تو زنگ نمیزدم که. خب خدمت شما عرض بکنم که عوضش تو چی میخوای؟ اون میگه من گندله لازم دارم. میگه خوبه، ما هم گندله داریم اینجا. داداش تو اونور بار بزن، من اینور بار میذارم. تهاتر 1 ماه بار تو ایران بود که به خاطرش می‌خواستن کارخونه فولاد رو تعطیل کنن. تهاتری. بعد جالبه طرف ایرانی و اون طرف کشور خارجی میگه که حالا که تو داری میاری این 3 تا رقم هم برای من بیار. میگه باشه من خودم ندارم میخرم برات میفرستم، اما تو از من خرید کن. بابا دنیای پوله. شما همین تجار ما رو آزاد بذارید، پدرشون رو در نیارید. با این مدل 60 مدل دلار درست کردید. پدرشون خودشون خوب بلدن وارد بکنن. هیچ چیزی خود تحریم جدیدی دیگه وضع نشد. تمام دیگه از همه اینا حرفه. وزیر اطلاعات رو تحریم کردیم. خب چی بوده؟ مثلا قبلش مثلا وزیر اطلاعات میشه تجارت چی داشته باشه؟ مستحضر چه عرض می‌کنم؟ نه همش رسانه‌ایه. شما مردم آزاد بذارید، بندگان خودم میدونن چیکار بکنن. که گفتیم این کالاها چی بوده؟ ماشین‌آلات مرتبط با تولید، تجهیزات و پروژه‌های راهبردی و ملی بوده. میزان این کالا در بنادر و گمرکات کشور 3,734,000 تن شده. گیر کرده اونجا آزاد نمی‌شده. اصلی ترین مشکل جهت ترخیص هم چی؟ عدم انتقال ارز و مالکیت این کالاها. عرض کردیم که خود قرارگیری در صف تامین ارز بانکی بوده. خود این بندگان خودم میترسن، میگه من الان برم اینو بخرم، میاد میگه بگو منبع تامین ارزت کجا بود، نیمایی بهت بدم، 4200 بهت بدم، روز قیمتش چقدره. اصلا بندگان خودم موندم لیموشو بدن، هلوشو بکنم، بدبخت بیچاره نمیدونه با شما چجوری تا کنه. بابا اولین چیزی که یه تاجر میخواد امنیت روانی و اقتصادی. بدون این مملکت تا 6 ماه دیگه همینجوری مثلا میتونه محاسبه بکنه. الان هر کی ما رو میبینه آقا چیکار کنیم؟ دلار بخریم، بفروشیم، بیت کوین بخریم، طلا بگیریم، بورس رو چیکار کنیم فلان. هر کی ما رو میبینه، یعنی از آخوندش ما رو میبینه میپرسه تا مردم آبش. تو گوگل میزنه آموزش، میبینی همین آفر گوگل میاد بالا، آموزش بورس. مردمی که با گوگل میخوان برن آموزش بورس ببینن چه شود. بله دولت دعوت کننده خوب بورس بود، اما پذیرای کننده خوبی نبود. اما موقع ما میگفتیم او بابه مگه نه؟
یعنی یه کارخونه است، یه دونه آهن زدن جلوش، نقاشی کشیدن روش، آقا داره پروژه فلان همینجوری داره سامش میره، برای اینکه قرمز میشه. گمرک نامه میزنه، عددو گوشه، 200,000 تن برنج در آستانه فساد است تو گمرک. 200,000 تن، هر یه تن 1000 کیلو. بعد مردم اینجا مشکل داشته باشن. دستور ترخیص هستی کیه؟ دست خود دولت دیگه. در آستانه فساد. آقا مسبوق به سابقه است، اینا قبلا مگه نبود فاسد شد؟ گفتن عیبی نداره ازش الکل تولید میکنیم. زمان کرونا هم نبودی بگه الکل لازمه ملت‌ها. بعد چی میشه؟ حالا یه چیز دیگه. 25,000 کانتینر پر وارداتی هم باز اونجا. 25 کانتینرها که پشت تریلی میذارن. 25,000 تا از اونا که تو اینا هر چیزی میتونه باشه که بخش از برنج از غذا تو ایناست. چی میشه؟ هیچی. اینا قفل، قیمتا داره میره بالا، ریال به عمد پایین نگه. ببین یه چیزی به شما بگم. ببین هیچ چیزی تو این کشور در حال فلان گرون شد. گرونی نتیجه کمبوده یه چیزه. متوجه یعنی یه چیزی کم بیاد. مثلا مردم میریزن، مثلا همه نمیدونم گوشت میخرن، گوشت کم میاد. درست شد؟ بعد این قیمتو بیاری پایین، بعد چیکار کنی؟ سریع گوشت برسونی تو بازار که این معمولا به تولید به این سرعت نیستش دیگه. چیکار میکنن؟ واردات میکنن دیگه. خب که قیمتا رو بیارن پایین نگردن. چه جوری همه چی داره میره بالا؟ این همه چیز بالا نمیره، این ریال داره میاد پایین. من باید تعجب میکنم، تو نماینده مجلسه، مسئول میاد میگه این با نمیدونم چی زمینی مثلا فلان شد، نمیدونم چی. بابا این داره همین، این گرانی رو چی خودشو نشون میده؟ روی ارز، فلزات گرانبها، خودروها عمدتا اول دلاری، بعد دلاری ریالی، بعد ریالی. آی پراید شد 100 میلیون 100 میلیون. خاطرتون از سخنرانی‌های 96 خدمتتون گفتم ببینید آماده کنید خودتون رو برای پراید 70 80 میلیونی. من خودم هم فکر نمی‌کردم 100 رو رد کنه خدا وکیلی. گفتم اگه بگم 100 که اینا میگن این اصلا داره ما رو چی فرض میکنه. خب برای چی؟ برای اینکه میبینم تولید نقدی میگه بی ضابطه توسط شبکه بانکی رو 460,000 میلیارد تومان آی دکتر از دولت قبلی قرار تحویل گرفته، رسونده تا الان که با شما دارم صحبت میکنم 3,000 میلیارد. 460,000 شده 3,000 میلیارد تومان. ریال نه تومان. خب مثل گوله برفی. این اگه تا 4 سال دیگه جمع کردن نکردن این دیگه بهمن میشه ها. یعنی ریال شدیداً سقوط میکنه. حالا بقیه قصه ادامه. از کجا نگاه کنیم؟ این قیمت ارزو که ریال آوردی پایین، همه چی میره بالا. چون چیزی در واقع بالا نمیره، این اومده پایین. همه چی نسبت به اون ریال همین. اول تو چی خودشون نشون میده؟ با اون چیزی که فاصلهش زیاده. بعد این آرام آرام نسبت به همه چی رخ میده. اون کارگره میگه من دیگه نمیتونم برم گوشت بخرم. خب منم قبلا مثلا با 100 تومن کار میکردم روزی، حالا با 200 تومن کار میکنم. بعد اون کسی داشت خونه میساخت میگه هزینه‌های ساخت 2 میلیون تومان در میومد، الان شده مثلا 5 میلیون تومان. اینم میبره، خونم گرون میشه، زمینم گرون میشه، همه چی میره بالا. بعد این بیچاره تر از همه کیان؟ یعنی مشاغل آزاد خودشون میکشن بالا قیمتا رو. بیشتر از همه بدبخت‌تر از همه کیان؟ کارمندا. چون اینا باید مثلا خب سالی 20% چقدر مثلا به حقوقش مثلا اضافه بشه، یه قاعده‌ای داره دیگه. اینا بیچاره میشن همینجوری. درست شد؟ برای همینا شروع میکنن خوی تجاری پیدا کردن، پول ببرن، خونه‌شون رو بفروشن، ماشینشون رو بفروشن، برن توی بورس و که خیلی هم الان می‌بینید به چه روزی افتادن. من فکر نکنید زدن حرفا برای من آسونه ها. یعنی هر دفعه این حرفا رو دارم میزنم یاد گریه زاریای مردمی که ما رو اینور میبینن میگن به اون میافتم و واقعا اذیت میشم. چرا تلویزیون ما کجاست مردم رو روشن بکنه؟ چرا من رایف باید مجبور بشم بشینم از یه پلتفرم صهیونیستی استفاده کنم برای حرف زدن با شما؟ بابا از من بدتون میاد به درک. اصلا ما جد آبادمون راه ندید اصلا سمت جام جم بیایم. بابا بیاید خودتون با مردم حرف بزنید. به خدا این خیانت. طبقه فقیر داره بدبخت‌تر میشه. اینا خوب فهمیدن، دشمن خوب فهمیده پشتوانه این کشور طبقه متوسط و متوسط به پایینه. داره اینا رو هدف قرار داده، اینا رو در اینا داره نارضایتی به وجود میاره. اون متوجه سیگنالایی که از کف جامعه داره میرسه نمیشنوید. این از ریال. منتها اینو دقت کنید.
قیمت دلار نسبتش با ریال بنده معتقدم غیر طبیعی بالاست. از کجا شما اینو میفهمی؟ اولش با محاسبات میشه در آورد. خب دوما این که وقتی شما دیدید افغانستانیا و پاکستانیا مثلا این کشور همسایه ما گر دلار کاغذی دارن قاچاق میکنن، وارد ایران میکنن، سری میفروشنش، به ریال تبدیلش میکنن، با ریالش میرن یه چیزی میخرن برای خودشون، یعنی دلار در ایران چیه؟ گرونتره. کیه دلار رو تو ایران گرونتر نگه داشته؟ همون کسی که میتونه شب اعلام پیروزی بایدن به یک باره قیمت دلار رو از نزدیک آخره 20 تومن در واقع نزدیک 30 تومن یا بکشونه تا 22 تومن و به یک باره همون شب دستور داده بشه که چی؟ همون ایام دستور داده بشه این کالاها از گمرک ترخیص شن. که چه اتفاقی بیفته؟ که شما شاید یه ارزونی بشید. اگر ترامپ وزیر دفاعش عوض نکرده بود و احتمال جنگ نمیرفت و نمیگفت تقلب شده، این قصه ها رو نمیگفت، این روند قرار ادامه پیدا بکنه که دوباره خودش کشید بالا. یعنی کار برنامه‌شون خراب کردن. ترامپ نامرد از اون طرف گرفته گلوبالیستا تا گلوبالیستای داخل رو داره همه رو میزنه. خدمت شما عرض بکنم که یک خبری به شما بدم که جالبه. در کردستان عراق و کردای خودمون تو مرز کردستان عراق شدیداً دارن تراولای 50,000 تومانی میخرن. ما تو مؤسسمون سنسور داریم، چون با مردم وصلیم، حکومتی و دولتی نیستیم که دولتی بره کوچکترین اتفاق جایی بیفته ما خبر به اون میرسه. اینو زیاد داره خبر به اون میرسه. اگه خاطرتون باشه اولین مجموعه که نسبت به خرید دام مولد گوسفند ماده در کشور هشدار داد ما بودیم. در کل تاریخ بشر گوسفند نر بهتر از گوسفند ماده بوده، گوشتش همیشه اونو میخریدن، گرونتر بوده. برای اولین بار گوسفند ماده گرونتر شد. چرا؟ چون عرض کردم سعودی اومدن تو عراق مستقر شده بودن، یک پول سنگینی هم آورده بودن، شروع کرده بودن به خرید دام و ترجیحاً دنبال میش بودن. چرا؟ که شما نتونی تولید کنی، دام مولدتو داشتن میبردن و از اون طرف مجبور بشی چیکار کنی؟ ارزی که برای اصلی ترین چیزا لازم داری، برای ادامه حیات کشور لازم داری، پول گوشت بدی باهاش. که آیه دکتر جهانگیری با اون ارز 420 شون و اون سیاست بسیار شگفت انگیز دولت 11,000 میلیارد تومان، همین 2 سال پیش اگه خاطرتون باشه، 1-2 سال پیش پول مملکت رو دادن گوشت آوردن، 0.5% قیمت گوشت اومد پایین. 1% نه 0.5%. میدونید چرا؟ چون از این ور گوشت وارد میشد، از این ور قاچاق میشد، میرفت عراق، میرفت ترکیه، میرفت پاکستان، میرفت افغانستان. فیلماش اصلا گوسفندا رو گذاشتن توی قایق موتوری دارن گاز، اتوبوسا رو صندلیاشو برداشتن پر گوسفند کردن دارن. از این ور گوشت وارد میشد، از این ور دام زنده ما که قبلا همین رو سر میبریدیم میخوردیم، این میره خارج. حالا اینجا سودو کی میگیره؟ یه چیزی میخوام بهتون بگم که این شاه بیت صحبت‌های امروز منه، میخوام خوب دقت داشته باشید. این اینستاگرام چجوری قطع میشه؟ یه تایمی داره قطع میشه. قطع شد 3 دقیقه دیگه. حالا نمیدونم بذارم بعد اون 3 دقیقه بگم نگم، میخوام الان قطعش کنم دوباره بس کنید که اصلا اون 3 دقیقه هم نشه ها. میشه شما برید یه دوری بزنید تو خونه و یه گشتشی بکنید و یه چرخشی بکنید که من یکی دوباره قطع برای اینکه نشه بین صحبتون فاصله نیفته ما برمیگردیم. سلام مجدد خدمتتون. گفتم والله خودت خماری بذاریمتون و بعدش بریم صحبت. ببینید میخوام این قشنگ دوزاریتون بیفته. ببین با چه جماعتی ما طرفیم، چه خیانتی به کشور داره صورت میگیره. این همین ارز 4200 که خاطرتون باشه ما همایش گذاشتیم، از اساتید دانشگاه دعوت کردیم بیان صحبت بکنن و بنده شدیداً مخالف این سیستم بودم و سیستم رانتی که پول عملا میره تو جیب و شکم وارداتی‌ها. ببینید چه اتفاقی میفته. یه چیزی کم میاد تو کشور. چرا کم میاد؟ این نکته است. این به خاطر تحریمه؟ نه. اینا ریال بی ارزش کردن. یه جاهایی دلار عمدن بالا نگه داشتن. خب این نتیجه میشه غیر طبیعی پول ما بی ارزش بشه. بعضی از کشورها میدونید دیگه عمدن پولشون رو بی ارزش میکنن. چرا؟ چون صادرات رونق میگیره. مثلا چین.
ارزش پول ملیش پایین نگه می‌داره که همیشه صادرکننده خوب بشه. یعنی چون ارزش پول ملیش پایین‌تره، شما وقتی می‌خوای انتخاب کنی بین اونها و آلمانیا، انگار کالای چینی برات ارزان‌تر در میاد. در واقع کی بیشترین ضرر اینجا می‌کنه؟ کارگر. این کارگر و اون منابع اون کشور داره. برای چی این کارو می‌کنن؟ بعضی از کشورها این کارو می‌کنن، در واقع دارن دمپینگ می‌کنن. قیمت پایین میدن که بتونن بازارها رو مصادره کنن. بازارها رو بگیرن، رقبا رو از صحنه خارج بکنن. بعد دست خودشون بعد ریز ریز قیمتا رو میبرن بالا که در عمل میره بالا. این اتفاق میفته. اینا وقتی ریال رو عمدن پایین نگه میدارن، برای کشورهای همسایه ما کاملا میصرفه که چه اتفاقی بیفته؟ که جنسشون از ایران ببرن. و میبینین چی؟ یعنی قاچاق معکوس. تقریبا تمام نقاط مرزی ما داره این اتفاق میفته. چی داره میره بیرون؟ آیا این منجر مثلا به صادرات نمیدونم مثلا لباسشویی، یخچال، ماشین، پرایدمون رو بردیم صادر کردیم این چیزا؟ اینا خیلی نشده. منجر به چی شده؟ منجر به این شده که خدمت شما عرض بکنم سیب زمینی، پیاز، گوشت، مایحتاج مردمه. من خاطرم از سفری داشتم لب مرز جمهوری آذربایجان، مرز خودمون. رفته بودم اونجا. اینا بدون هیچ مدرک، یعنی لازم نیست ویزا بگیرن دیگه. خب میتونن بیان تو ایران. قشنگ یعنی صبح بلند میشن میان تو ایران، میچرخن، تفریحشون رو میکنن. ما حتی جای شما خالی سرین هم که رفته بودیم، من قبل کرونا رفته بودم اونجا. اومده بودم اونجا، حتی فکر کنم اومده بودم طرف اومده بود استخرم بره. داشت برمیگشت. خب زبان ترکیش هم مثل ترکی ماست، خیلی شبیه. یه خورده کلمات روسی اینا اضافه تر داره. ما راحت میتونیم باشون صحبت بکنیم. من خودم وارد مکالمه شدم با اینا، وارد صحبت شدم. یکی از اینا جالب بود، بقالی داشت اون طرف. یعنی تو جمهوری آذربایجان که شهر مرزش بقالی داشت. حتی اسم اونجا رو هم گفت، من حضور ذهن ندارم، یادم رفته. وقتی ما اومدیم بیرون از بقول اون استخرون منطقه توی سرین، اومد این ماشینش کامل خوابیده بود. یعنی انگار مثلا کمک بنا رو شکسته. بعدم دیگه صحبت می‌کردم، گفتم ماشینت چجوری اینجوریه؟ ببین کل صندلی عقب و کل صندوق عقب پر باز کرد، تخم مرغ خریده بود، کاهو خریده بود، سیب. میگم من میام از ایران میخرم میبرم اونجا به مردم خودم میفروشم. یعنی ببین با یه مش پروفسور شما طرفید، یه برنامه ریزی کردن که مایحتاج مردم اینه که یهویی گوشت کم میشه. چرا؟ چون شما هی داری گوشت وارد میکنی. همین گوشت کجا میره؟ میره عراق، میره پاکستان. حالا اون شاهد میدونید چیه؟ شما یه عمر شنیدید که این جماعت گفتن ایرانیا به سوریه و عراق نمیدونم به عراقی کمک میکنن. درسته؟ میخوام بهتون بگم نه. اگه ما کمکی کردیم تو حوزه نظامی، خب معقول بوده، امنیت خودمون بوده، اصلا قابل مقایسه نیست با خرجی که امریکا یا ترکیه یا عربستان کردن. بابا این آماراش هست، اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی شما 100 هم گوشت وارد بکنید چون به صرفه است. ببین اون طرف گرونتره، قاچاق صورت میگیره. همونجوری که وقتی قاچاق برعکسش به صرفه بود نمیتونستی جلوشو بگیری، خب اینجوری هم نمیتونی بگیری. من چند وقت شدم تلویزیون خودمون داره مثلا اخبار رو مودی که این برنامه گزارشگر رفته بود این قاچاق گوشت رو میگفت. طرف چوپانه میگه آقا اون طرف دارن از من 2 برابر قیمت میخرن، برای چی نبرم؟ برای چی این کارو انجام ندم؟ و چی میشه؟ اینا یهویی باعث میشه مثلا گوجه گرون شه، مثلا سیب زمینی گرون شه. چی میشه؟ دولت میگه نه من سریع الان میرم سیب زمینی وارد میکنم. خب سیب زمینی وارد میکنی برای کی؟ برای عراقی‌ها، برای پاکستانی‌ها، برای افغانستانی‌ها، برای جمهوری آذربایجانی‌ها، برای ترکیه‌ای‌ها، برای ترکمنستانی‌ها. مستحضری دارم چه عرض میکنم؟ یعنی اینا که میگفتن به سوریه و عراق شما دارید کمک میکنن، اینا به کل همسایه‌هامون دارن کمک میکنن. تو دل این تحریم‌ها بخشی از این یارانه که داره در یارانه وارداتی در واقع در اختیار همسایگان ما قرار میگیره. یعنی ما گوشت رو از این طرف وارد میشه، 11,000 میلیارد تومان اینا پول میپاشن که واردات گوشت صورت بگیره، 0.5% قیمت گوشت میاره پایین. چرا؟ به خاطر اینکه همش داره اون طرف میره بیرون. ایران شده مثلا یه حوضی، از این ور ورودی آب داره، از این ور خروجی آب. در مجموع ثابته. اگر میبینی یه هموطنمون اونم تو بندر عباس میگه 2 تا دونه گوجه شده انقدر تومن، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه آقا به صرفه است. بعد اومدن چیکار کردن؟ بازارچه‌های مرزی اومدن دارن چیکار میکنن؟ مناطق آزاد. مردمم ببین ساده دیگه، 2 تا ماشین خوشگل میبینن تو مناطق آزاد، میگن عجب ماشین دیگه. آقا با 100 میلیون قبلا میرفتیم پرشیا میخریدیم، الان با 100 میلیون سوار فلان ماشین میشه شده دیگه. مثلا منو گیلان دعوتم کردن بعد اینکه انزلی منطقه آزاد شد، من نرفته بودم. اولین بارش که مثلا بعدش رفتم، یادم عزیزی که مثلا دفعه قبلم اومد
دنبال ما فرودگاه دیدم ماشین شاسی بلنده. گفتم چی شده؟ یه شب چه اتفاقی افتاده؟ چی شد؟ گفت نه این ماشین چیزه منطقه آزاده. بعد چیکار میکنن؟ یه ماه بینا من خاطرم از چیزام میدادن که بیان یه جولونی هم بدن، بیان توی بقیه کشورم برن بشن. مردم اینو میبینن اما نمیبینن که دقیقاً این بازارچه‌های مرزی مناطق آزاد وسیله شده برای چیز. حالا بماند این مناطق آزاد چه نقشی در فرار مالیاتی داره؟ چرا معاف از مالیاته؟ آقا میره شرکتشو تو کجا دفترشو ثبت میکنه؟ تو منطقه آزاد. اونجا معافه، هیچی. میلیارد پول در میاره، اون بدبخت بیچاره همه باید مالیاتشون رو بدن. این فرار مالیاتی داره. این دیگه اسمش نگیم فرار مالیاتی، این اجتناب مالیاتیه. فرق داره. یعنی چی؟ یعنی قانونی داره دور میزنه. من باورم نمیشه که اینا رو ماها بفهمیم، اون سازمان امور مالیاتی نفهمه. من نمیدونم چجوری اونا که دیگه استاد این کارن، من اینا رو بفهمم دولت نفهمه. خب مگه میشه؟ من 2 تا کشور فقط با مالیات میشه چرخون، نه مالیات اضافه از مردم بگیری، نه اون کسایی که دارن میپیچونن مالیات نمیدن ازشون بگیری. حالا متوجه شد چی شد؟ یعنی با پایین نگه داشتن عمدی ریال و بالا نگه داشتن عمدی دلار، به فرض بگیم عمدی هم نبوده، گندی که تو مدیریت زدید این کارو کرده در بفرض که عرض کردم یه بخشش هست. خب باعث میشه که مقرون به صرفه باشه، کالاها خارج بشه. اونم چی؟ لب مرز مایحتاج مردم رو میخره، تخم مرغ میخره، گوشت رو میخره. بعد شما هر روز یه قصه داری، یه روز قصه روغن داری، یه روز قصه گوشت داری، یه روز قصه تخم مرغ داری، یه روز قصه سیب زمینی داری. چند تا از این کالا نام ببرن توی کشور بفهمه مشکل کجاست. تازه 5 ماه از دولتشون مونده اعلام کردن بله این ارز 4200 رو میخوایم جمع کنیم. تازه که 2 سالشه فقط من دارم داد میزنم، با کسی دیگه کار ندارم. حتما مستند 4200 رو ببینید. مستند توی گوگل کنید، سازندش های سیاه. ما یه صحبتی باش کردم، گفتم آقا الان مردم خوب اینا رو بدونن. بنده خدا میشونم از حالت چیز در آورد و رایگان در اختیار همه قرار داد. یعنی شما ایشون راضیه که دانلود کنید. خب دانلود کنید ببینید، ما تو مصرف هم گذاشتیم لینکش. حتما ببینید مردم، حتما مستند 4200 رو ببینید تا بفهمید چه بلایی سر مملکت اومد. که مشکل گرانی ما تحریم نیست، مشکل ما اینان. گفت من دردم از ایشان نیست، خود از دردی است که ایشانند. خب همینا دارن این کارا رو انجام میدن. حالا چی میشه؟ شب پیروزی بایدن یهویی قیمت دلار میاد پایین، کالاها ترخیص میشه. چه پالیسی بر مردم فرستاده میشه؟ هدف اینه. برید سخنرانی که تو مسجد نظام مافی راجع به شهید سلیمانی انجام دادم، اونجا عرض کردم، گفتم مردمم نمیبینم این روزه رو که این جماعت با کنار رفتن ترامپ یا کنار زدن ترامپ میگن ببینید عامل بیچارگی ما آمریکا نبود، ترامپ بود، شخص ترامپ. خب حالا هم رفته، آمریکا برمیگرده به برجام و ما دوباره میخوایم برجام رو ادامه بدیم. و چی؟ این یه برنامه‌ریزی برای انتخابات داخل که دوباره همین جریان فکری 8 سال دیگه بیاد. واقعا من نمیدونم، ولی بگم مردم نگاه کنید ببینید دلار چجوری اومد پایین. حالا دلار چجوری میاد پایین؟ یه بخشش که اون قیمت حبابی الکی بالای دلار میشکنن. خب ببین فقط کافیه 100 میلیون دلار، خیلی عدد گنده گفتم، 100 میلیون دلار بدن دست آدماشون، بریزن جلو در صرافی‌ها و این سبز میدون و کجا شروع کنن دلار فروختن. این خبرم تو کانال‌های تلگرامی که خوب دارن، تو پیج اینستاگرامی که خوب دارن، همه رو یه آقای رفته خریده، پول داده، همه‌شو با هر کدومشون تماس میگیری، میرفته اون آقا رفته گرفته خریدتش. خب آقایی که خوب بلده کار امنیتی رسانه‌ای بکنه، همشون ذیل اونا دارن هدایت میشن. چیکار میکنن؟ یهوی عکس تجمع مردم رو تو فروش دلار دارن میذارن. چه اتفاقی میفته؟ این چند میلیارد دلاری که دست مردم بدبخت بیچاره است، به امید اینکه من به مردم حق میدم برن یه چیزی بخرن، ریال یخ کردی تو گذاشت زیر آفتاب. برای چی واسطه بده سرمایه‌اش نابود بشه؟ 10 میلیون تومان بدبخت بیچاره توی بانک پولی داره، میگن داره نابود میشه، برام باشه دلاری بخرم، برام باشه میرم بورس بذارم توی بورس. حق بدید به مردم. شما اگه نونتون تو روغنه به همون واردات چیا بندید، از 60 جا بهتون میرسه میخورید، من هم قاطی همین مردمم. ما هم به اون فشار اقتصادی میاد. ما که عطاریمون که 2 سال جمع کردیم والله. دیگه دیدیم نمیصرفه. آیه اون وزیر بهداشت قبلی دوره افتاده بچه عطاری بود دیگه تعطیل میکرد. ما با این رفیقمون که عطاری گفتیم آقا دیگه نمیصرفه. اونم جمعش کردیم 2 سال. حالا من بعضی جا میگن وایفای نه عطاری داره یا نداره. نه آقا جمع شد رفت. 2 ساله. ببین چه اتفاقی رقم بزنن که چی بگن آقا ببین الان نه ببین اون یه دیوانه بود به اسم ترامپ اون خلوچله رفته. آمریکا برگشت به برجام. مردم هم ریختن دلارا رو میفروشن. یهویی دلار از
27 تومن بیاد کجا رو 12 13 تومن. درست شد؟ چه اتفاقی بیفته؟ بگن آها عامل اون بود رفت. و مردم حتما یادشون میره که اینا میگفتن به فلانی رأی ندید که اگه به او رأی بدید 5 تومن میشه دلار. بله برای مردمی که دلار 30 تومن دیدن دلار 12 تومن شاهنشینیه. یادشون میره که 3 تومن بوده. درست شد؟ این برنامه است که ببین چیکار کنن، بعد بگن آقا حالا ما باید مذاکره رو ادامه بدیم و ما فقط بلدیم مذاکره کنیم، جز ما کی بلده مذاکره انجام بده؟ اینا مردن بیان بشینن مناظره. چند بار من این آقایونو به مناظره دعوت کردم. بیان بشینن راجع به دلار 4200 که این لامصبا این 4200 از کجاتون در آوردید؟ با چه مبنای محاسباتی؟ چرا 4150 نه؟ چرا 4500 نه؟ برید ببینید آقا تئوریسین اقتصادی اینا نیلی وقتی ازش میپرسن سر دلار 4200 میگه حرف منو گوش ندادن. نمیخوام در مورد آن جلسه صحبت بکنم. همینا سال بعد خرداد انقدر خوشگل دوباره کچلوارا تن اومدن نشستن میخوان تو انتخابات شرکت کنن. شما مردم همیشه در صحنه هم بیاید انتخاب کنید. بله دیگه دلار اومده پایین و بله خنده تلخ من از گریه غم انگیزتره. سال 2018 آقایون آمار میدادن 31% افزایش ورود مردم جمهوری آذربایجان به ایران. 31% افزایش ورودی داریم. توریسم، صنعت توریسم. از جمهوری آذربایجان میادن بازارهای ما رو غارت میکردن میبردن. اینا آمارشون بود. خب برای چی؟ برای اینکه ریال رو بی ارزش میکردن، منات اونا ارزش پیدا کرده. یارو اصلا گفت دیوونه از جمهوری آذربایجان خرید کنم. یعنی ما داشتیم چیکار میکردیم؟ مملکتی که تحریمه به جمهوری آذربایجان یارانه داد، به ترکیه داد، به عراق داد. بگیر دور تا دور مرزا رو همه رو اسم ببر دیگه. چی بگم؟ شما قبلا یه بنزین بود، فقط یه بنزین بود ارزون بود تو ایران نسبت به کشور دیگه. چیکار؟ تمام اجناس رو تو ایران برای کشور دیگه ارزون کردن، نه برای مردم خودمون. خب این نتیجه چیه؟ این نتیجه‌ای که بلد بودن اینا که تدبیر داشتن و فلان. خب ما هم که حرف میزنیم فردا ببینن و بعدن این سخنرانی حملات دوباره شروع میشه و بدترین دشنام‌ها توهین‌ها رو دارن میکنن. اما فدای سر مردم ایران. من که تو کوتاه نمیام تا خون تو رگم باشه، یعنی مسیر روشنگری رو ادامه میدم. بعد دیدم این خوشحال شدن که فلانی دیگه سخنرانی نمیکنه، حرف نه عزیزم. ما داشتیم یه برنامه‌ریزی می‌کردیم برای یه آینده 10 ساله. خدمتتون هستیم. اینم به شما بگم با رائفی یا بی رائفی باز من هستم یه خورده این بچه‌ها رو کنترل میکنم. میگم بابا نگیم ولش کن، اینا کله‌هاشون از ما داغ‌تره. خب خدمت شما عرض بکنم من برای شما مثل حماسم برای رژیم صهیونیستی. یه اسرائیل بعضی موقع میگه بابا این حماس کلا نابودش نکنیم، بمونیم لاغر این 17 18 تا گروهای دیگه مقاومت رو سرخط میکنه. یه جا اگه ما میگیم آتش بس دیگه اونا رو ملزم به آتش بس میکنه. با 17 18 تا نمیشه. این سال‌هاست دیگه این جریان‌ها به فرد متکی نیست، تبدیل شده به یه جریان فکری. اگرم اینم به شما بگم این اینترنت اینجا مشکلی پیدا کرد، پهنای باند و اینجا چیزا، نگران نباشید. فیلم داره ضبط میشه، اونم توی سایت قرار میدیم. اونتا شما اینا رو خوب پخش کنید. پس من این نتیجه گیری کلی بکنم چه اتفاقی داره میفته. ببینید البته آقای ربیعی سخنگوی محترم دولت به سری روزنامه‌هاشون گفتن نه اصلا اینطور نیستش که ما معیشت مردم رو گروگان گرفته بوده باشیم این قصه ها. خب این اظهار نظر ایشونه و من سوالم از ایشون اینه که چرا دقیقاً اون موقع دلار میاد پایین؟ و سوالم اینه که چرا آمارایی که براتون خوندم و شما خودتون میدونید دقیق آمارای گمرکه نماینده مجلس راجع به اینا حرف زدن، چرا اون موقع دستور ترخیص کالا داده میشه که قیمتا بیاد پایین که چی بشه؟ مردم ما شرطی کنید دست به بایدن. یه کاری کردید که مردم ما بیشتر از انتخابات خودمون داشتن نتایج انتخابات آمریکا رو رصد میکردن که آقا بایدن آدم مذاکره است. نمیدونم چه، واقعا شرم‌آور و عجیبه به خدا واسه. آزموده رو آزمودن خطاست. من نمیدونم، ما بارها عرض کردم گفتم بعضی میپرسن آقای میرحسین موسوی رئیس جمهور شد چی میشه؟ همینا رو میبرد سر کار. نوبخت اونجا سفر استان گیلانش پشت سرش وایساده. همین علی ربیعی اونجا که مثل ترامپ خودش پیروز انتخابات معرفی میکنه، اون کسی که اون پشت داره پرده میزنه که آقای ربیعی عمل روانی و رسانه ستاد دستش بود. همین آقای آخوندی اونجا تو ستادهشون بود. همینا که وزیر کرد. یعنی شما فرض کنید به جای روحانی میذاشید میرحسین موسوی همین کابینه بود.
دیگه همینا بودن، هیچ اتفاقی نمیافتاد از اون. تازه با میرحسین کسی همکاری نمیکرد، با روحانی که همه همکاری کردن. تازه اون یعنی خیلی بدتر. من آقای لاریجانی براش 20 دقیقه برجام تصویب کرد. درست شد. تازه اینم هست. برید بگردون نماینده مجلس بودن گریه می‌کردن، میگفتن برجام ببین چیکارمون بکنه. اون روزو ببینید. براش بودن مجریشون آورده بودن، هم مجریشون که الان صبح تا شب تو تلویزیونه خدمت شما آورده بودن، با یکی از این نمایندگان مجلس مناظره گذاشته بود، برنامه گذاشته بود، میگفتش که نه ما نقد نمیدونم به حلوای نسیه شما نمیفروشیم و فلان. اگه نقدش به شما رسید ما اسممون رو عوض میکنیم. کجا رسید؟ ببینید مردمی که عقلشون رو بسپرن دست کسایی که نگران پینگیل و شینگیل و اینجور چیزان، خب اونا نگران همون پینگیل مینگیلان، نگران تو بچت نیستن، نگران بچه خودت باش. عقل تو دست این جماعت نده. یه مروری هم بکنم این بحثو. پس چی شد؟ ریال رو پایین نگه داشتن. این باعث شد که پول ما چون بی ارزشه به صرف کشورهای همسایه‌مون در نقاط مرزنشین شروع کنن به خرید قانونی یا غیر قانونی که اسمش قاچاقه. خرید قانونی هم داره، میان قشنگ میخرن میرن. غیر قانونیش هم که قاچاق. یعنی قبلا یه بنزین فقط ارزان‌تر بود، یه کاری کردن نسبت به پول همسایه‌ها همه چی ارزونه. داره میره اون طرف، این میشه با سیب زمینی کم میره، گوجه کم میره، روغن کم. بعد این خلاو چیکار میکنه؟ دولت میره واردات انجام میده. واردات انجام نه پول کی میاد؟ پول ما. پول مردم جمهوری اسلامی ایران، تحریم ترین کشور، خب میره تو شکم کی؟ کل کشور همسایه‌مون. یعنی اینایی که میگفتن به سوریه عراق کمک میکنید، کسایی رو سر کار آوردن که نفت سوریه عراق به کل کشورهای منطقه دارن کمک میکنن، فی سبیل الله دارن خدمت رسانی میکنن در دل تحریم ها. یعنی اینو هر جای دنیا یعنی من مطمئنم ما مرده شما زنده یه روزی این ماجرای اقتصادی اینا بلایی که اینا سر اقتصادمون آوردن و کیس استادی دانشگاه‌های دنیا میشه میگن. بعد اونا میگن این مسئولینشون به چی فکر میکردن، چه جوری فکر میکردن این کارو. بعد اونا میگن 4 تا آدم نبود تو این مملکت هشدار بده، 4 تا اقتصاددان نبود این روزا رو ببینه، نمیفهمیدن ارز اصلا غیر تک نرخی، 2 نرخی، 3 نرخی، 10 نرخی، زهرمار نرخی یعنی فساد. که تازه حالا بگردی بگه آقا اینقدر میلیارد دلار ارز تخصیصی کجا، اصلا طرف یه چی دیگه وارد نکرده، بری دنبال اونا تازه بگردی. نه من میگم اصلا همش وارد شده، خوب شده همین 11,000 میلیارد تومان برای گوشت، 0.5% هم نیورده پایین. خود کرده را تدبیر نیست. گفت زیتیر نظر کرد و پر خیش بدودید، گفت تازه چه نالون از ماست که براست. انتظارم نداشته باشید مردم انتخاب غلط ما رو یا از آسمان یه چیزی بیاد جبران کنه. نه خیر، باید یاد بگیریم همونطوری که یه ماشین بد میخریم دقت نمی کنیم به عشقش به دلمون میفته، هم ماشین قرمز خوشم اومده، یه کار موتوری سالمه، چپی است نیست، برم بخرم، از این گوشی خوشم اومده، کاری ندارم، به دلش یه مرضش میفته تو دل آدم، یه چیزی دوست داره میره میخره. بر مبنای مرض انتخاب نکنیم هیچ وقت تو زندگیمون. اون منطقی که قراره با اون تعامل داشته باشیم، قراره از این استفاده کنیم و بدونیم حق الناس، بدونیم انتخاب ما رو زندگی همسایه‌مون داره اثر میذاره. وزیر قزنفری بود اشتباه نکنم، تماس میگیره با اینا، میگه آقا ما تو دولت احمدی نژاد این اشتباهو کردیم، ارز تخصیص میدید برای این واردات این چیزا، سریع فهمیدیم جمعش کردیم، نکنید این کارو. گوش نمیدن. هست مصاحبه ایشون، اصلا مستند ببینید. ما تماس گفتم، اونم گفتم بله جلسه رو میذاریم، باش تا زیر پا علف سبز شه، درخت سبز شه. خب حالا راجع به انتخابات ایران، اینکه دولت جوان انقلابی، رئیس جمهور جوان و قصه های دیگه الان که تقریبا همه الحمدلله خدمت شما عرض کنم شرکت کردن به عنوان کاندیدا، همه دارن ستاد زدن و فعالن. فکر کنم اونا قرار مردم ایران انتخاب کنن، چون الان بیشتر شده تعدادشون از انتخاب کننده ها. یعنی من تقریبا همین دیروز نشستم یه جای ازم پرسیدن، گفتن کیا دارن میان، گفتم اونا که من خبر دارم همین تا شمردن، فقط از تو اصولگرا 20 تا شمردن. یعنی خبر دارم دارن کار میکنن، 20 تاشو من شمردم. همه زمین خنوتیم بابا نگاه کن چه خبر. تقریبا هر کی از مادرش قهر کرده داره میاد. ایرادم به مادر رو برمیگرده که اونا قهر نکنن. خب اما خب حالا چه شود؟ آره
طمعی هم در و جریان مقابل تازه نشمردیم ما اونا مال. حالا ان شاءالله فرصت بود راجعمون هم صحبت میکنم خدمتتون. یه خورده سر انتخابات مجلس من خیلی حرفا رو نزدم، بعدنم قول دادم گفتم بعدا میکنم خدمتتون بگم. بعد دیدم وحدت رو توی بین بچهای انقلابی خدشه‌دار میکنه، گفتیم بذار فوشه رو بخوریم. نه اما بدونید که سازوکارهای عجیب غریبی وجود داره و حداقل اگه کسی هم بخواست اینجا حرف بخواد بزنه حداقل یکیش من باید میبودم. درسته؟ یعنی من گفتم آقا بالاخره منم یه نظری دارم، ما هم به عنوان یه جوونی توی مملکت ببینید دیگه. چرا؟ چون خیلی از مردم از من میخوان میگن آقا به کی رأی بدیم. من نمیتونم شرعاً اینو گردن بگیرم. درست شد. همین هم در مورد ریاست جمهوری دارن این حرفو میزنن که آقا به کی رأی بدیم، اسم میبرن. هی ما میبینیم آقا تو شبکه‌های اجتماعی که دسترسی دارن هی نظر میذارن، چیکار میکنن، تماس میگیرن مؤسسه، هی میگن آقا چیکار باید بکنیم، ما تو خیابون این ور اونوری ببینن. خب ما مجبوریم یا نباید در معرض مردم قرار بگیری، نباید مسئول به معنی مورد سوال مردم قرار بشی، واقعا جواب داشته باشی برام بندگان خدا. خب میام تجربه مجلس هم تجربه تلخی بود و نه که بگم حالا مثلا اتفاق خیلی چیزی هم افتاده، نه، اما من از بی اخلاقی بدم میاد وقتی صورت میگیره آدم ناراحت میشه دیگه. میاد یه چیزی شما میگید در عمل یه کار دیگه میکنید و دوست ندارم اون اتفاق دوباره بیفته. باید سنجید. این انتخابات داخلیمون یه معادله‌ایه که متغیرهای مجهول زیادی داره دوستان، نمیشه انقدر ساده دید. واقعا همین الان واقعا بستگی داره این که ترامپ انتخاب بشه بایدن. چون بایدن انتخاب بشه این آقایان قرار بگن ما برمیگردیم به مذاکره. سریع هم اونا دموکرات‌ها اعلام کردن، گفتن ما سریع به برجام برمیگردیم. اول که گفتن برنمیگردیم، ما مسیر ترامپ رو ادامه میدیم تا اینا اومدن این معاهده 25 ساله با چین رو که رونمایی کردن. آمریکایی ترسیدن یا ایران نره سمت چین و کامل بی نیاز بشه از غرب. تا این اتفاق افتاد گفتن نه ما به محض اینکه اگه ما انتخاب بشیم سریع برمیگردیم. حالا این سریع برگشتن با یکم شوکای این بازی‌ها و همین ترخیص کالا از گمرک و بازی 4 تا کانال تلگرامی دلار فروشی‌ها اینجور چیزا و بدبخت کردن، بیشتر بدبخت کردن مردم درست بکنن و بیان دوباره 8 سال دیگه دیگه نمیدونم چه فعلی استفاده کنم، چی بگم، همین ادامه پیدا بکنن. مردم هوشیار باشید. کشور ما کشور غنیه، همه چی داره. تحریم تاثیر داره، هر کی بگه تحریم نداره دروغه. اما میخوام به شما بگم که بیشتر از این نمیتونن کاری بکنن. اوباما خودش میگفت ما مجبور بودیم چون بیشتر از این دیگه نمیتونستیم کاری بکنیم. الان اینا خودشون دچار مشکلات جدی شدن. ببینید سردرگمی آمریکا آبستن اختلافات الان جریان شبه نظامیان طرفدار ترامپ و تو خیابون فقط امید به دادگاه الان آروم نگه داشته ها. اونا خودشون هزاران درگیری دارن و این کشور میشه ساختش. من رو هوا حرف نمیزنم. صبح تا شب من با کارخونه دارا دارم جلسه میذارم، با اقتصاددانا دارم جلسه میذارم، واقعا راهکار دارن و بعضی از اینا رو ما دیگه ارائه هم داریم دیگه. راهکار سیاسیش و شفافیت گفتیم، شفافیت هم داره کارش پیش میره. حالا از این میپرسن تو مجلس، من پیگیرم داره کارش پیش میره. خدمت شما عرض بکنم که راهکار اقتصادی داریم، راهکار غذایی داریم، تو حوزه کارآمدی اصلا ما یه معاونت رو انداختیم اخیراً. یه معاونت کارآمدی یعنی بود منتها خیلی دیگه حوالی چاق و چله‌اش کردیم بهش رسیدیم. خب که دیگه ما تا جایی که میتونیم ایجابی صحبت کنیم. وقتی ایراد میگیریم با اینکه وظیفه ما نیست اما راهکارم به آقایون بدیم که بیان حل بکنن. خب سرتون رو درد آوردم. این جمله همیشگی ما، امیدوارم خسته نشده باشید. تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان. این روزا این ایام یاد امام زمان، یه وقت یاد خدا، یه وقت این قصه های دنیوی باعث نشه از یاد خدا یاد امام زمان غافل بشیم. دل در گروه خدا بدید، دل در گروه امام زمان عجل الله بدید. خدا بنده مؤمنش رو حفظ میکنه در دل حوادث مثل مروارید توی صدف. تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان. انشالله همه ما و شما از مسببان اصلی و خیر در ظهور ایشون باشیم. صلواتی نداریم.